بچه این عقاب تا 1945 سرش به سمت تیرها بود. بعد از 1945 که آمریکا ابرقدرت جهان شد به دستور ترومن به سمت شاخه زیتون رو کرد که نماد صلح، یعنی ما دیگه جنگ رو گذاشتیم کنار، مملکت صلح دوستی هستیم. 13 تا برگ، 13 تا میوه توی پنجه این عقابه، 9 تا پر، 11 تا، 13 تا، 33 تا پر، 33 تا پر، 13 تا حرف و اینجا بالا 13 تا ستاره که اگه به هم بچسبونی ستاره 6 گوشه اسرائیل درست میشه. 229 سال پیش برنامه‌ریزی شده بود اینا یهودی رو بفرستادن اینجا. اگر اینو توی یه ستاره 6 بر جا بدی خیلی جالبه. نگاه بکنید MASON ماسون از حروف ابتدایشون درست میشه. به این تکنیک میگن اوریگامی، یه هنره. دیدی با کاغذ موشک درست میکنن، قایق درست میکنن، اینجور چیزا، میگن اوریگامی. این یه تکنیکه، به شدت این استفاده کردن در تمامی دلارهاشون داره. یعنی شما دلار بچرخونی تا بزنی یه شکل جدید درست میشه. 6 سال 15 نفر گرافیست روش کار کردن و عموما یهودی. اگه این یکو بکشی پایین، وسط نصب کنی، تقارنی این شکل ادامه بدی، بچسبونیم هم، اضافاتشو پاک کنیم، ما رو اومو درست میشه. اومو واژه‌ای که تو جلسات شیطان پرستی 40-45 دقیقه دستشون اینجوری میگن اومو، میگن اولین واژه‌ای که شیطان به انسان آموخت. این 20 دلاری آمریکا به شدت جالبه، خیلی مهمه، چون 9 به علاوه 11 بهتره بگیم 11 به علاوه 9، 11 سپتامبر تو این دلاره. این جکسون رئیس جمهورشون. خوب نگاه کنید بچه‌ها، چشم بنده خدا رو یه جوری کشیدن یعنی چشش لوچه، یعنی چپه، درسته؟ اما در حالی که جکسون چش اصلا سلامت داشته از نظر بینایی، ظاهر بینایی. خدمتتون عرض می‌کنم این برای اینه که اگر اوریگامی بشه شکل جدیدی تشکیل خواهد شد. بعد تو پایین شما نگاه بکنید، اینجا کنگره رو می‌بینید که اینجا دو تا چیه بگیم؟ درخت نیست، اینا درخت تنه داره، اینا دوده. شبیه درخت مثلا ترسیم که آقا یعنی چی؟ اولا این جکسون که ببینید چشاش سالمه، این چشم چپ روش همیشه اینا کار میکنه، برای اینکه معبود اینها، بزرگ اینا، شیطان به اعتقاد اینا تک چشمه. حالا نگاه کنید چی میشه اگر با اوریگامی 20 دلاری رو شبیه هواپیما موشک تا بزنی، نتیجه فوق العاده است. البته نه به این شدت. برجه های دوقلو رو شما میبینید که ترسیم شده، از قبل باید اینا آتیش میگرفتن، برنامه ریزی شده بود. اگر اینقدر ساده ای که فکر میکنی 4 تا حالا ملیت نگیم نشستن پشت هواپیما تر زدن یه هواپیما، واقعا ساده ای اگه همچین فکر. آقا همینجا رود نخیر عزیزم، خوب نگاه بکن، توی 5 دلاری نگاه کن، هر دو تا برج سالمه، درسته؟ توی 10 دلاری نوک برج آتیش میگیره، توی 20 دلاری آتیش میاد پایین‌تر، توی 50 دلاری کلا برجا فرو میریزه، درسته؟ میبینی؟ توی 100 دلاری فقط دودش بلند.